جام جهانی 2026 شاید متفاوت‌ترین جام جهانی تاریخ باشد. تورنمنتی با 48 تیم، بازی‌های بیشتر، سفرهای طولانی‌تر و نسلی از ستاره‌ها که بعضی در اوجند و بعضی شاید آخرین جام جهانی خود را تجربه کنند. اما سوال اصلی این است: کدام تیم‌ها مدعی واقعی قهرمانی‌اند؟ با من همراه باشید تا مدعیان اصلی را با هم بررسی کنیم. اگر از بخت اول شروع کنیم، فرانسه کاملترین تیم به نظر می رسد. تیمی با عمق ترکیب فوق‌العاده و بازیکنانی مثل امباپه، اولیسه، دمبله و دزیردوئه. فرانسه معمولاً با سیستم 4-3-3 یا 4-2-3-1 بازی می کند. ضد حمله سریع، انتقال برق‌آسا و استفاده از فضا. قدرت اصلی آنها سرعت و فیزیک است. دیدیه دشان سالهاست نشان داده در تورنمنت‌ها استاد نتیجه گرفتن است. ضعفشان گاهی افت ریتم در مالکیت طولانی است. شانس قهرمانی 18%. آرژانتین، قهرمان جهان، همچنان بسیار خطرناک است. اگرچه اسکالونی تیمی ساخته که لیونل مسی هنوز مغز متفکر تیم است، اما ستاره‌هایی مثل خولیان آلوارز، لاوتارو، انزو فرناندز و مکالیستر هسته اصلی نسل جدیدند. آرژانتین بیشتر با مالکیت هوشمند، پرس کنترل شده و جنگندگی بازی می کند. نقطه قوت اصلیشان شخصیت قهرمانی و اتحاد است. ضعفشان سن بالاتر بعضی مهره هاست. شانس قهرمانی 14%. اسپانیای دلافوئنته شاید زیباترین فوتبال را با ترکیبی از جوانان با انگیزه ارائه دهد. تیمی با سبک مالکانه، پاسکاری سریع و پرس شدید. یامال، پدری، گاوی، رودری و نیکو ویلیامز نسلی فوق‌العاده ساختند. رودری قلب تاکتیکی تیم است و یامال میتواند ستاره انفجاری جام باشد. قهرمان فعلی اروپا در کنترل بازی عالی است، اما مقابل تیم‌های فیزیکی گاهی آسیب‌پذیر می‌شود. شانس قهرمانی 15%. انگلیس با توماس توخل یکی از پرستاره ترین تیم هاست. هری کین، بیلینگام، فودن، ساکا، رایس و استونز کیفیت فردی فوق‌العاده‌ای دارند. سه شیرها معمولاً با 4-2-3-1 و فوتبال مستقیم، عرض زیاد و حمله از کناره ها بازی می کنند. بیلینگام می تواند رهبر اصلی نسل جدید باشد. مشکل تاریخی انگلیس فشار روانی و انتظارات بالا در تورنمنت هاست. شانس قهرمانی 13%. برزیل همیشه برزیل است. تیمی تحت هدایت کارلتوی بزرگ با وینیسیوس، نیمار تازه بازگشته به تیم، رافینیا و برونو گیمارش. سبک آنها هجومی، سرعتی و متکی به تکنیک فردی است. وینیسیوس خطرناکترین سلاح هجومی تیم است. اگر ساختار دفاعی و انسجام تاکتیکی خوبی داشته باشند، سلساو میتواند هر تیمی را حذف کند. نقطه ضعف اصلیشان گاهی ناهماهنگی تاکتیکی است. شانس قهرمانی 14%. آلمان هرگز تیمی نیست که بتوان نادیده گرفت. حتی با وجود 2 جام جهانی ناامید کننده اخیر، جمال موسیالا، فلوریان ویرتز، کیمیش، رودیگر و هاورتز نسل جدیدی ساختند که میتواند مانشافت را به اوج برگرداند. سبک بازیشان معمولاً پرس بالا، بازی عمودی و نظم تاکتیکی شدید است. موسیالا شاید یکی از تعیین کننده ترین بازیکنان یولین ناگلزمن باشد. ضعفشان گاهی در تمام کنندگی و ثبات است. شانس قهرمانی 11%. پرتغال با روبرتو مارتینز هم یکی از خطرناکترین تیم هاست. این تورنمنت احتمالاً آخرین جام جهانی کریس رونالدو خواهد بود و قهرمانی در آن میتواند پایانی با شکوه برای او باشد. اما پرتغال فقط رونالدو نیست.
برونو فرناندز، برناردو سیلوا، ژائو نوئس و روبن دیاز کیفیت زیادی دارند. سبکشان ترکیبی از مالکیت و ضد حمله است. خط میانی آنها شاید یکی از بهترین های دنیاست. ضعف، گاهی وابستگی احساسی به ستاره ها. شانس قهرمانی 10%. در کنار مدعیان اصلی، تیم‌هایی مثل مراکش، بلژیک، هلند، نروژ و ترکیه هم شاید جزو بخت‌های اول قهرمانی نباشند، اما می‌توانند تیم‌هایی باشند که شگفتی بسازند. مراکش با ساختار دفاعی منظم و ضد حمله‌های سریع، هلند با فوتبال تاکتیکی و نسل با کیفیت، بلژیک با تجربه و بازسازی نسل جدید، نروژ با ستاره‌هایی مثل هالند و اودگارد و قدرت هجومی بالا و ترکیه با آردا گولر و کنان ییلدیز، انرژی زیاد و فوتبال تهاجمی، همگی این ظرفیت را دارند که معادلات جام جهانی 2026 را برهم بزنند و به شگفتی سازهای بزرگ تورنمنت تبدیل شوند. امروز دور گروهی جام جهانی به پایان خواهد رسید و از فردا 32 تیم باقی مانده دیگر فرصت اشتباه ندارند و با باخت رؤیای خود را از دست رفته خواهند دید. باید نشست و دید کدام تیم در پایان جام قهرمانی را به خانه خواهد برد. مدعیان سنتی یا یک شگفتی ساز جدید.